ما یه سری از قطعات داریم که اونا رو میخوایم برای قلاویز کاری و سوراخ کاری دقیق از وسط در بیاریم. خب با دریل یه کمی خطا داره. ما این قسمت از کار رو با دستگاه تراش انجام میدیم، قطعاتمون رو به همین صورت کوچیک میبریم یا هر اندازه که دلخواهتون هست. متمون هم متهی که قبل از قلاویز هست رو میزنی و داخل سنزا میبندی. خب دوستان، ما یه ترفندی میزنیم به این مته با این قلم بند که هوای کار این مته رو داشته باشه که زیاد لق نزنه، فقط هوای کارش رو داشته باشه. خیلی آروم مته رو درگیر میکنیم. ببینید بدون هیچ گونه لرزشی داره سوراخ کاری انجام میده. روغن کاری فراموش نشه. و اینکه هر چند دفعه یک باری مته رو در میاریم که این به قول معروف بریزه بیرون که یه خدای نکرده مته‌مون نشکنه. حالا با این روش سوراخمون دقیقا وسط کار در میاد. دیگه نیازی به مماس کردن و دریل و این داستان ها نداریم. ببینید در میام که این پلیسه ها بریزه، مجدد دوباره میزنیم بریم. این هم سوراخ دقیقا وسط. مرسی دوستان. یه مطلب مهم، حتما قبل از قلاویزتون مته خزینه رو بزنید، حتما. حالا چه خودتون میخوایم بزنید چه ببرین بیرون، حتما قلاویزم زده بشه.